اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء میبینی یه شب دست خالی نمیام، ما خودمونم بد میدونیم جایی دست خالی بریم. اگه یه جایی هم یهو بریم میگیم ببخشید دست خالی اومدیم. امشب هم عشق آوردیم، دل آوردیم. امشب اسم قمر بنی هاشم آوردیم. آی خدا، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غارت بها كل شيء وخذلها كل شيء. شاید فردا مردم نباشم این جمله ای که سر زبونم بگم براتون بگم. دست خالی جایی نمیریم، معمولا شیرینی میبریم. شیرین تر از اسم حسین مگه داریم؟ آی خدا، خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس علم نور است. خدا در دل هر کسی که بخواد میتابونه. نور برای چیست؟ برای اینکه راه روشن میشه به هدف برسن. مصباح الهدی یا حسین، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل عصام. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النغم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء.
اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته. همه گناهمو ببخش، گناهانی که بدبختی برام میاره، پرده اسمتمو میداره، نعمتهامو دگرگون میکنه، دعامو حبس میکنه، بلا نازل میکنه. همه رو ببخش. الله انی اتقرب الیک بذکرک و استشفع بک الی نفسک و اسألک بجودک ان تدنینی من قربک و ان توزانی شکرک و ان تلهمنی ذکرک. یاد تو به من الهام کن. اللهم انی اسألک سؤال خادم متذلل خاشع ان تسامحنی و ترحمنی و تجعلنی بقسمک راضیا قانعا و فی جمیع الاحوال متواضعا. اللهم و اسألک سؤال من اشتدت فاقته و انزل بک عند الشدائد حاجته و عظم فیما عندک رغبته. اللهم عظم سلطانک و علی مکانک و خفی مکروک و ظهر امرک و غلب قهرک و جرت قدرتک ولا يمكن الفرار من حکومتک. من خیلی گناه میکنم. به امام صادق علیه السلام عرض کرد. امام صادق علیه السلام یه چند تا شرط براش گذاشت. فرمود این شرطا رو رعایت کن، هر چی میخوای گناه کن. لا تأکل من رزق الله واذنب ما شئت. روزی خدا رو نخوره، هر چی دلت میخواد گناه کن. واخرج من ولایت الله واذنب ما شئت. از ولایت و مملکت خدا بیرون برو، هر چی میخوای گناه کن. من کجا برم؟ همه جایی طی حکومت توست. اللهم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقباحی ساترا ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن ممدلا غیرک. لا اله الا انت سبحانک و بحمدک ظلمت نفسی. هر کی به نفسش بدی کرده گریه کنه. ظلمت نفسی. من دارم اقرار میکنم با همین زبان خودم جلو بندهات میگم من به خودم بد کردم. اینا مردونه میگن هر کی بد کرده، اما هیچکی به بدحالی من نیست. متجرأت به جهلی، نشناختمت جسارت کردم.
آدم وقتی نمیشناسه جسارت میکنه، جاهله نمیدونه چی میگه. هرچند باید آدم مؤدب به آداب باشه. بارها تو این حرم گفتم دلم آروم میگیره. از راه دور آمد لباس پر گرد و غبار، گفت میخوام برم دیدن امام رضا، اول یه استحمام کنم، لباس تمیز تنم کنم، عطر بزنم، برم محضر امام هشتمم. دلم براش تنگ شده. رفت اصلاح کرد، موهاشو درست کرد، محاسنشو درست کرد، رفت حمام گرمابه نشسته بود، داشت رو خودش آب میریخت. دید یه آقایی وارد شد، سلام کرد. اینم از راه دور مثل من روستایی جواب سلام داد. نشست کنارش، از کجا اومدی؟ از راه دور اومدم، مثل شما که از راه دور اومدین. خسته نباشی، رسیدنت بخیر. نیتشو دانست، گفت خسته شدی بده من پشت تو بکشم. شروع کرد پشت این مرد و کیسه کشیدن. اید هر کی از در حمام میاد تو به این آقای سلام میکنه، یه چش قره به این میره. آخر بلند شد رفت، گفت که چی کار داریم؟ ای غریبه نایدیم تا حالا. گفتن خجالت نمیکشی؟ نشستی امام رضا داره تو رو میشوره. آقا جان جوادت امشب دل ما رو بشور. کجا اومدی؟ از تجرعت به جهلی. نمیشناختش. اگه همون موقع میشناختش رو پاش میافتاد. من نشناختم ای خدا. و تجرعت به جهلی و سکت الی قدیم ذکر کلی و من علی. اللهم مولای کم من غبی سترت و کم من فاده من البلاء اقلت و کم من اثار وقیت و کم من مکروه دفعت و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرت. اللهم اذم بلایی و افرت بی سوحانی و قصرت بی اعمالی و قادت بی اغلالی و حبسنی عن نفعی بعد عملی و خدعتنی الدنیا بغرورها و نفسی بجلایتها و متالی. یا سیدی فاسألک بعزتک الا یحجب عنک دعایی سوء عملی و فعالی ولا تفزعنی بخفی ما اطلعت علیه من سری ولا تعجلنی بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا
وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ربي من لي غيرك إلهي أسأل كشف ضري والنذر في أمري چیو دارم جز تو که بهم توجه کنه کارم را بندازه به گریم نگاه کنه الهی و مولاي اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما اهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاء والزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذهنا معترفا یکی دعا خونم من دعا خوندن بلد نیستم خوشبال اونایی که بلدن با تو عهد بزنن شبا که میخوام بیام اینجا بشینم مناجات بخونم میگم خدایا قرعه فال به نام من دیوانه زدن که موقع حرفام از دلم خودمونی در میاد این شکسته و عذرخواه و آموزش طلب و توبه کننده و مقر و مذعن که اومدم با اعتراف اومدم با حال خودم بخوام میگم همه چرخامو زدم باز نیمه شب جمعه شد من درب و داغون اومدم من بچه داتی بچه روستایی اینطوری میتونم حرف بزنم بیچارم از همه جا رونده مونده هر کی رو زدم منو سر کار گذاشت
همه گفتن امروز فردا پس فردا، حالا نشد، مگه چی شده؟ ازم طلبکارم شدن، راه فراری ندارم. لا اجد مفرا مما کان منی ولا مفزعا اتوجه الیه فی امری غیر قبولک عذری. فقط یه راه داره، تو منو ببخشید، منو ببخشید، راهم باز میشه و ادخال ایای فی سعت رحمتک. منو تو کشتی حسینت سوار کنی. اللهم فاقبل عذری. این همون معذرت میخوامه دیگه، هر کی میتونه بگه اللهم فاقبل عذری ورحم شدت ضری و فکنی من شد مساقی. به پریشونیم رحم کن، بنده را ازم باز کن. یا رب برحم ضعف بدنی. با یه کاغذ دستم میبره و رقت جلدی و دقت عزمی. یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی. حبنی الابتداء کرمک و صالح برک بی. یا الهی یا الهی، چرا کاری که خدا دوست داره انجام نمیدیم ما؟ یا الهی صداش بزن، خیلی دوست داره. یا الهی و سیدی و ربی اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک و بعد من طوى علیه قلبی من معرفتک و لهج به لسانی من ذکرک و اعتقده ضمیری من حبک و بعد صدق اعترافی و دعای خامل لربوبیتک. هیهات انت اکرم من ان تضیع من ربیتک او تبعد من ادنیتک او تشرد من آویتک او تسلم الى البلاء من کفیت و رحمت. یه بچه آدم برفی درست میکنه، خودش دلش نمیاد خرابش کنه. تو منو خلق کردی، بزرگ کردی، چطور دلت میاد زایم کنی؟ ولیت شهری یا سیدی و الهی و مولاي اتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادقا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أمتان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم
انت تعلم ضعفی، تو میدونی من چقدر ضعیفم. ان قلیل من بلاء دنیا و عقوباتها فما یجری فیها من المکاره الا ان ذلك بلاء و مکروه قلیل مکثور یسیر بقا قصیر مدت فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي. و من میخوای چیکار کنی؟ من بنده ناتوان و خار و ناچیزتم، من بیچارم، من دستم خالیه. یا الهی و ربی و سیدی و مولای. یه جای آدم دیگه از روی 30 سال یه جوری صدا میزنه، همه اسما رو میگه. قربونت برم که ما یاد دادیم حرف بزنیم با خالق عالم، با خدای مهربون. دیگه اینجا بنده هر جوری میتونه داد میزنه. یا الهی و ربی و سیدی و مولای، معبودم، پروردگارم، آقای من، مولای من. یکی که کار داری هی میخوای اصرار بکنی آقای عزیز، برادر من، قربونت برم، تو حرف میزنی. این نشان دهنده اینه که من اصرار دارم تو حرفم. یه موقع است یه معنی رو